سوال 5 گفته جملات اسمیه و فعلیه رو پیدا کن و ارکانش رو برای من مشخص کن. جمله اسمیه حتما مبتدا و خبر داره. الان در جمله الف بچه‌ها ما جملمون با اسم شروع شده. الحسد و اسم مرفوع ابتدای جمله قطعا نقشش مبتدا هستش و یأکل گزارشی است در مورد حسد، بنابراین خبر جمله الف میشه. و جمله فعلیه هم جمله بود که با فعل شروع میشه و فاعل و گاهی مفعول داره. الان یحذرو به این خاطر که یکی از حروف تینا در ابتداش اومده فعل مضارع به حساب میاد و القرابو اسم مرفوع بعد از فعل هستش که نقش فاعل رو میگیره. بقیت منصوبه یعنی چی؟ ما گفتیم هر موقع یک اسم بعد از فعل بیاد و یکی از نشانه های ان و اینه رو در انتهای خودش داشته باشه نقش مفعول ما رو به عهده میگیره، بنابراین بقیت هم مفعول جمله ما به حساب میاد.